And there are many countries in this world. پارلمان اروپا از تلفات در جریان تظاهرات در بدخشان ابراز تأسف کرده حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خشونتبار اعتراضگران، خبرنگاران و دیگر فعالان مدنی محکوم کرد. شهر خاروق و ناحیه روشان بدخشان ماه می امسال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی بودند. در قطعنامه‌ای که روز 7 ایول قبول شد، پارلمان اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است به حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان در بدخشان و گوشه‌های دیگر کشور احترام گذارد. اتحاد اروپا وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان را همواره پیگیری می‌کند و ما از سرکوب فعالان مدنی، خبرنگاران مستقل در ولایت و فراتر از آن در تمام کشور عمیقاً نگران هستیم. ما از حکومت تاجیکستان می‌خواهیم ضمانت بدهد که مقامات انتظامی بر اساس مقررات قانون فعالیت کرده به حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی حتی در زمان بحران‌های امنیتی احترام بگذارند. not automatically mean that excessive use of force by security services should be employed. مقامات تاجیکستان هنوز به این قطعنامه واکنش نکردند، اما آنها در گذشته تظاهرات گروهی از مردم را در خاروق و روشان غیر قانونی و ساکنان ناراضی را عضو گروه‌های جنایی نامیده بودند. وکیلان مجلس قانونگذار اتحاد اروپا روز 7 ایول خواستند که مقامات تاجیکستان از استفاده برزیاد نیرو علیه تظاهرگران و تعقیب هدفمندانه زادگان ولایت بدخشان خودداری کنند. آنها همچنین خواهان تحقیق عادلانه و مستقلانه رویدادهای یک سال آخر در بدخشان شده آزادی چند خبرنگار و فعالان مدنی را نیز خواستند.